سلام من 송일국 هستم. تغذیه‌شون خوب. من میتونم جمهوری صداش کنم ناراحت نمیشه؟ این کیه این خانومه؟ سوسانو؟ سوسانو. سوسانو. این سوسانو اینه؟ اصلا شماریده اینقدر ذوق کرده؟ فقط باید حتما کلاس خط بفرستیم. اوکی. 3 2 1 ماه هستم. خوبه. ماه هستم. حله؟ آقا خیلی مخلصی. مخلصی به کاره چی میشه؟ تغذیه‌شون خوب. من میتونم جمهوری صداش کنم ناراحت نمیشه؟ این کیه این خانومه؟ سوسانو؟ سوسانو. سوسانو. این سوسانو اینه؟ اصلا شماریده اینقدر ذوق کرده؟ فقط باید حتما کلاس خط بفرستیم. اوکی. 3 2 1 ماه هستم. خوبه. ماه هستم. حله؟ آقا خیلی مخلصی. مخلصی به کاره چی میشه؟ سلام من 송일국 هستم. ایران چطور دیده واسه هم راجع به ایران حرف بزنه ذره؟ ایران کشور با تمدنیه و تاریخ بزرگی داره. مردم مهربون و خوش برخورد. ایران خیلی زیباتر از اون چیزی بود که من فکر میکردم و کلاً خیلی خوشحالم از اینکه ایران رو دیدم و تونستم این سفر رو داشته باشم. 그리고 واقعاً ایران جای قشنگیه. کجاها رو دیده تو کشور ما؟ برنامه‌اش چی بوده تو این چند روزه؟ فقط تهران بوده؟ آره تهران. ولی خیلی دوست داشتم اصفهانم ببینم ولی فرصت نداشتم چون زمان سفرم خیلی کوتاه بود و امیدوارم که تو سفر بعدی این اتفاق بیفته. از تاریخ ما چی؟ از تاریخ و فرهنگ کشور ما چیزی میدونه از ایران، از گذشته ایران؟ اینقدر میدونم که یکی از کشورهای با تمدن قاره آسیاست و چون من اوقاتی کتاب‌های تاریخی هم میخونم میدونم که اسطوره‌های زیادی داره. خب چند سالته شما؟ من میتونم جمهوری صداش کنم ناراحت نمیشه؟ نه مشکلی نظر نیست. چیه؟ بفرمایید. اوکیه؟ نه، خب این مشکلی اوکی نیست. نو پرابلم، مشکلی نداره. من انگلیسی هم مسلطم. چند سالته شما؟ من 38 سالمه. کارت ملی تمراته الان؟ البته نو؟ البته همینجا پیش دوستانمه. من خدا آدم قانونگرایی ترسیده ما پاسپورت نمیدونم رو کنه. فکر واقعا مثلا گیتی چیزیه اینجا. 20 تا چند سالشه؟ 30. چه خوب بود. 38 سالته شما. ماشاءالله. خیلی خوب مونده. بهش نمیخوره 38 سالش بشه. چرا؟ 일단 متشکرم. من متشکرم. نه جدا چجوری 38 سال خیلی خوب مونده. چیکار میکنه؟ چجوری زندگی میکنه؟ اهل ورزشه، اهل مثلا تغذیهش خوبه. 일단 من اهل ورزشم. 운동 سیگار 꾸준히 نمیکشم به هیچ وجه و هر روز 영향을 미치지 않아. حتما چه ورزش ورزشی میکنم. میکنی؟ 그러니까 거의 대부분 ورزشایی که به نفس کشیدن کمک میکنه. قد آقای جمونگ عزیز ما چقدره؟ 키가 얼마나 되시나요? 185 سانتی متر. خب من جدا سوال واسم، خیلی از کره‌ای‌ها رو ما می‌بینیم مردمانی که اهل کره قدای کوتاهی دارن. حالا چرا مثلا ایشون نژاد خاصی اونجا یه منطقه خاصی و پدر مادر قد بلندی داشته؟ عجیبه اون قدش بلنده.
تغذیه خوب خیلی بهم کمک کرده. تغذیه تغذیه کردن. چی تغذیه کرده 20 سال 30 سال اومده روش. خیلی خوب. من این چیزی رو نمیدونم. من صادقانه بهش بگم من خیلی سریال رو ندیدم. ولی اینو میدونم که این خیلی سریال خیلی دوست دارن. حالا با داداشو بگه دیگه این سریال من ندیدم ولی میدونم که دوستش دارن. سریال خیلی خوبم تماشا میکنن. چیزی که میخواستم بپرسم اینه که فکر میکنید چرا مردم مثلا ایران به سریال شما انقدر علاقه‌مند شدن؟ به نظر من فرهنگ ایران و کره شباهت‌های زیادی به هم داره و به همین دلیله که در ایران مردم این سریال رو دوست دارن. در کره هم مردم مثل ایران به داستان‌هایی که در مورد قهرمانانشون خیلی علاقه دارن و چون این سریال در مورد تاریخ و یک قهرمان محبوبه مردم کشوری مثل ایران هم از اون استقبال میکنن. آقا ایشون شما رو خیلی دوست داره این تصویردار ما. 정말 꽤 광팬이라고 하세요. الان داشتی اون برای بگیره شما خوبه. آقای مسعود رجبیان بیا ازشون بگیر بیا ازشون تصویردارمون هست. اصلا شماریده اینقدر ذوق کرده. خیلی خوب. این کیه؟ این کیه این خانومه؟ سوسانو. شما ایشون الان ایشون هم از هنرپیشه‌های معروف کره هستن نه؟ توی ایران خیلی معروف‌تر از کره است. چرا حسودیت شدم الان؟ نه حسودی اصلا حسادت همه جای دنیا هست. شرق و غرب هم نداره. مثلا دید ما یه ذره از سوسانو داریم تعریف می‌کنیم گفت سوسانو رو تو کره خیلی دوست ندارن تو ایران زیاد دوستش دارن. کار سختیه ها. من چند دفعه‌ای که همینجور دیدم حالا خالی میام در اومد چند دفعه دیدیم دیگه کلا نمیگم ندیدم که چند دفعه جمونگ دیدیم همش تو جنگ و بزن و بکوب و این اون کشه اون اون کشه یعنی چیزی غیر از این هم شما بوده کار سختی به نظر من کاری که شما بازی کردید نه آره کار سختیه خیلی هم انرژی میبره. الان اینجا داره تصویر خودت پخش میشه به نظر توی افسانه جمونگ خوش تیپ‌تری یا اینجوری کدوم قیافتو بیشتر دوست داری؟ مردم جمونگو به خاطر شخصیتش دوست دارن ولی منم نه این میکنم باباته. میدونی که چند نفر رو توی این سریال کشتی؟ جمونگ به خاطر هدفش مجبور بود چند هزار نفری رو بکشه ولی من اصلا شخصیت آدم کشی نیستم. یه چیزی هم که من شنیدم اینه که شما توی سریال دو زنه تشریف دارید یعنی دو تا خانم دارید و این اتفاق تو ایران خیلی اتفاق وحشتناکه یعنی من فکر نمی‌کنم کسی حالا جرأت بکنه همچین کاری تو ایران بکنه که دو تا زن داشته باشه. الان شما اینجوری هستی مثل که گویا این از محبوبیت شما تو ایران خیلی کم میکنه چون دو زنه ای. خیلی تصمیم سختی بود. نه تو کره واقعا اینجوری است تو کره هم مثلا بعضی از آقایون هستن که دو تا زن داشته باشن جالبه واسه بدونیم دیگه. خب الان دیگه در کره این اتفاق نمیفته. این کار در قدیم رسم بوده توی کره. آقای جمونگ شخصیت محبوب خودت تو سریال کیه؟ خودت توی شخصیتایی که تو سریال جمونگ هست خودت کدوم شخصیت بیشتر دوست داری غیر از خودت؟ خود جمونگ؟ نه دیگه جمونگ که خودتی که خسته نباشی یه کسی غیر از خودت انتخاب کن. غیر از خود جمونگ شخصیت پدر جمونگ هم من خیلی دوست دارم. برای من اون شخصیت هیموزو پدر جمونگ شخصیت جالبی بوده. اونم خیلی جذابه. کلا شخصیت هایی که کمک میکنن به جمونگ رو خیلی دوست دارم چون خود جمونگ برای من یه قهرمان خیلی خیلی بزرگه. بعد چند سال طول کشید که این سریال ساخته شد؟ یک سال و چند ماه. بعد این که میگن که این سریال یه سیزن دیگه یا یک قسمت دیگه هم داره درسته یعنی یه مجموعه دیگه هم قرار شروع بکنن و دارن کار میکنن یا نه همینجا تموم میشه؟ قسمت دوم افسانه جمونگ در مورد نوه جمونگه که خودم نقششو بازی میکنم. فکر میکنم اونم کار خیلی خوبی بشه. توی بهترین برخوردی که تو ایران باهات شده چی بوده؟ یعنی مثلا قشنگترین برخوردی که تو ایران با ایرانی داشته چی بوده تو همین 2-3 روزی که ایران بودی؟
مردم ایران خیلی با هم مهربونن و خیلی خوب با هم برخورد میکنن. همیشه به هم لبخند زدند. ولی یه بازدیدی داشتم از یه مؤسسه خیریه که توی اون بچه‌های سرطانی زندگی میکردن. خیلی احساس خوبی بود وقتی میدیدم که بچه‌های سرطانی با اینکه بیماری سختی داشتن با دیدن من خوشحال میشدن. این برخورد برای من خیلی شیرین و جذاب بود و فکر میکنم که یکی از بهترین خاطره های من بود. یه چیزی که خواستم بپرسم، چی خوندی جومینگ؟ چی خوندن؟ این من میگم جومینگ هنوز داره مشکل داره. اسم کوچیکش چی بود؟ اسم کوچیکش چیه؟ نیم سوینگ. سوینگ چی خوندی؟ درس چی خوندی؟ دانشگاه درس خوندی؟ من تئاتر خوندم. تئاتر خوندی؟ تئاتر خوندی. بعد با سوینگ اونجا هم پارتی بازی هست، یعنی با پارتی بازی رفتی سر سریال بازی کردی، آشنا داشتی یا اینکه نه مثلا انتخابت کردن تواناییت خیلی بالا بوده؟ 삐졌는지? نه اون پارتی بازی که شما میگین وجود نداشته. واقعیت این بود که من اصلا نمیخواستم این نقش رو به هیچ وجه بازی کنم چون معتقدم که کارهای تاریخی کارهای خیلی سختیه، کارهای سنگینیه، اما بعد از چند بار اصرار من فیلمنامه رو خوندم و واقعا از شخصیت جمهوری خوشم اومد. این شد که حاضر شدم تو این کار حضور داشته باشم. در واقع خوندن اون فیلمنامه خیلی توی تصمیم من موثر بود. قبلش هم مثلا چند تا کار کرده فیلم سینمایی تلویزیون توی کره بازی کرده بودی یا نه؟ اینجوری که دارید میگی و اینجوری که داری کلاس میذاری معلومه که قبلا بازیگر حرفه‌ای بودی. چند تا کار کردی قبلا؟ من معمولا سال یکی دو بار فیلم یا سریال بازی میکنم. کارهای زیادی هم کردم، شاید نزدیک 10 تا فیلم توی کره بازی کرده باشم و این کار اول من نبود که به عنوان بازیگر کار میکردم. یه چیزی من میخوام بگم، اول اینکه مثلا حتما اینطوری دیگه توی بازیگر حرفه‌ای هستی تو کره دیگه، حتما با آثار سینمایی دنیا حتی سریال‌های معروف دنیا آشنایی داری، نگاهشون میکنی، تماشاشون میکنی. اهل فیلم دیدن هستی؟ حتما. یه چیز خیلی بانمکی وجود داره اینه که کلا آثار کره‌ای، حالا چه سریالاشون چه فیلم‌های سینماییشون، حتی آثار سینمایی برجسته‌شون مثلا مثل کلا اون منطقه، حالا شرق آسیا، حالا کره رو نخوایم حساب بکنیم، مثلا مثل کارگردانی مثل کوروساوا یا حتی کارگردان بزرگ اون خطه، جنس بازی‌های شما خیلی